حتما بعد از ثبت نام و بعد از اینکه هدایت شدید به صفحه ویرایش پروفایل، تیک مشاور املاک رو فعال بفرمایید که گزینه‌های مشاور املاک برای شما نمایش داده بشه. شما میتونید لوگو املاکتون رو بارگذاری بفرمایید و علاوه بر مشخصات فردیتون شما میتونید نام دفتر املاکتون، تلفن ثابت و محدودی کاریتون، استان، شهر، محله و همینطور آدرس دفتر املاکتون رو وارد بفرمایید. تو قسمت درباره خودتون رزومه و هر آنچه که در مورد خودتون نیاز هست رو میتونید یادداشت بفرمایید. همچنین شبکه‌های اجتماعی برای شما فعال میشه و میتونید لینک شبکه‌های اجتماعیتون رو هم وارد بفرمایید و نهایت استفاده رو از وبسایت ببرید. با تشکر. وبسایت کاشانه.